در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت از جمله شهر اسفره و همه 12 جماعت‌های دهات ساکنان، صاحبکاران، شخصان سخاوت پیشه در یک جایگی با مقامات اجرایی محلی با روحیه بلند خودشناسی و میهن پرستی روی به آبادانی آورده تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری را وسعت می‌دهند. در ردیف بنیاد و از نوسازی و تعمیر و ترمیم انشاءات زیادی اقتصادی، استحصالی، اجتماعی، خدمت رسانی، فرهنگی و ورزشی اقدام‌های شایسته در سمت آبادی راه‌ها عملی می‌گردند. در جریان سفری کاری به شهر و دهات اسفره رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده با جماعت دهات چارکوه تشریف آورده در منفرش کوچه‌های محل و بین محله اشتراک نمود. با آغاز تعمیر و منفرش راهی بین محله چشمسار و سامانیان دهه چارکوه سطح نیک احوالی تا 3000 قاجگی‌ها و ساکنان بهتر می‌گردد. راهی منفرش شونده از دهه چشمسار تا سامانیان 5 کیلومتر بود و پهنای راه 6 متر است. این تشبث و اقدام سازنده با سهم اهالی و یک گروه صاحبکاران با ننگ چارکوه با پیروی و جانبداری از تدبیرهای نیکی بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بهر استقبال از جشن فرخنده ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی و در حاشیه 1300 روز مهنت ضربدار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت عملی می‌گردد. حجم عمومی کارها مبلغ 1,500,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. پودرچی منفرش راه وحدت 2018 و مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های نقلیاتگرد شهر اسفره بوده بهر طبق معیارها و با صفت بلند راهسازی و راهداری انجام دادن کارها تا 15 تکنیک‌های ساحه سفربر شده اسفالت گرم از شهر خوجند دسترس می‌گردد. امروز مردمی دهه چارکو سهم گرفتند که 5 کیلومتر راهی بین دهه چشمدار و سامانیان را اسفالت پوش نمایند. در اینجا من امروز تمام مردم با حشر دست جمعانه برآمده هستند. نگفته نماند که این اقدام جماعت را صاحبکاران دهه همه جانبه دستگیری کرده و با مقدار قریب 1.5 میلیون سومانی مبلغ جمع کردند که با این اسفالت کنی راه صرف کرده می شود. این راه نهایت مهم بوده، راه درجه استراتژیکی را دارد برای آن که دهه چشمسار را با دهه نزد سرحدی سامانیان پیوست می کند. ما یک گروه صاحبکاران جماعت دهات چارکوه و مانند وهاب حجومیت، رجب صبرالدین، یوسف لایسیدین، ولی مزرابخان، نورالدین و دیگر بچه‌ها هستند. یک جای سیاست جنوب ولایت دستگیری نموده و اقدام گرفتیم که راهی بین دههای سامانیان و دهات جماعت چارکوه اسفالت پوش نماییم. من مینادوری خودم را به پیشوای ملت محترم جنوب ولی و به رئیس ولایت میرسونم. رحمت برای دستگیریشون. ما از این روح بلند هستیم. رئیس ولایت در صحبت با ساکنان و در برآمد به عمل نیکو سازنده اهالی و صاحبکاران محل که اکثرا در فدراسیون روسیه فعالیت دارند و در آبادی وطن زادگاهشان حصه گذار هستند بهای ارزنده داده تاکید نمود که حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت مهیا سازی شرایط‌های بهتری اجتماعی را به اهالی همچون افضلیت قبول نموده در دایره استقبال از 30مین سالگرد استقلالیت دولتی در همه شهر و ناحیه‌های ولایت بنیاد از نوسازی انشاءات زیاد در ساحه‌های معارف، تندرستی، ورزش، فرهنگ، صنعت به نقشه گرفته تا این مرحله حجم زیادی کارها را عملی نموده است و تعمیر و منفرشی اساسی با اسفالت گرم از نقشه‌های رشد محل بوده. در حدود ولایت سوخت تنها در این مرحله تا 300 کیلومتر راه‌ها از تعمیر اساسی و منفرش کنی برآورده شده حالت 2000 کیلومتر راه‌ها بهتر کرده می شود. رئیس ولایت مسئولین ساحه را جهت انجام با صفتی کارها دستور داد. در همین جا رئیس ولایت برای رئیسان جماعت‌های دهاتی واروخ و چارکوه از نام حکومت جمهوری تاجیکستان 2 نقلیات خدمتی نیو شورله تقدیم نمود. عملی شوی این تدبیر برای 2 جماعت‌های دوردست شهر اسفره جماعت‌های چارکوه و واروخ خیلی مهم بوده. فعالیت کاری راهبران این 2 جماعت را آسان می‌نماید. همچنین برای بهترسازی وضع خدمت رسانی‌های کمونالی با خواجگی منزلی کمونالی شهر اسفره 3 نقلیات تمغه‌ای هیوندای همچون تحفه سپرده شد. این تدبیر امکانیت می‌دهد که اهل کارمندان و متخصصان خواجگی منزلی کمونالی در سری وقت برآوردن پرتاب‌ها خدمت نمایند.
امروز مردم سربلند جماعت دهاتی واروخ از دستگیری های پیوسته‌ای پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان روح الهام تازه گرفته بهری با توفیق سزاوار پیشواز گرفتن جشن بزرگ دولتی و ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آمادگی می‌بینم. با دستگیری بی‌واسطه مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت با دستور سپارش‌های بی‌واسطه جناب عالی با دستگیری مقامات اجرایی حکومت ولایت سوخت با دستگیری صاحبکاران محلی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر اسفره در جماعت دهاتی واروخ چندین انشاءات‌های اجتماعی و اقتصادی به استفاده داده شد که این برای بلند برداشتن سطح زندگی مردم مساعدت می‌کند و امروز نیز باعث افتخار است که جماعت دهاتی واروخ پیوسته در مد نظر راهبریت حکومت جمهوری تاجیکستان و رئیس ولایت سوخت هست و من منداری صمیمی خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان به رئیس ولایت سوخت محترم رجب احمدزاده برای دستگیری‌های پیوسته‌شان می‌رسانم و امروز باعث افتخار است که جماعت دهاتی واروخ سزاوار توفیق نوبتی ماشینی خدمتی شد. در ادامه تدبیر آبادی راه در مرکز شهر اسفره با اشتراک راهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر منفرش کوچه‌ای 25 سالگی استقلالیت آغاز یافت. این تدبیر با سهم یک گروه صاحبکاران به راه مانده شده 1 کیلومتر راه با پهنایی 8 متر با خواباریدن اسفالت دیگر منفرش اساسی می گردد. در همین حدود 250 خواجگی های اهالی و کارخانه و تشکیلات جای گرفتند و تعمیر اساسی شدن راه برای ساکنان انفراساختاری بهتری راه و نقلیاتی را مهیا می سازد. در جماعت دهاتی چارکوه رئیس ولایت رجب احمدزاده رفتی برقرارسازی و بنیاد خانه و منزل‌های استقامتی شهروندان ساکنان جماعت را مورد نظر و توجه قرار داد. تاکید به مورد است که با دستور و سپارش پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و با سهم حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت منزل‌های استقامتی شهروندان که ضرر دیده و ویران و ولنگار شده بودند برقرار و از نو ساخته می‌شوند. در جریان شناسایی با روند کارهای ساختمانی رئیس ولایت با صاحبان خانه‌های بنیاد شونده اهل عائله آنها ساکنان دهه و محله‌ها صحبت‌های صمیمی انجام داده تاکید داشت که حکومت جمهوری تاجیکستان خاصتاً پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان پیوسته احوال اجتماعی آنها را تحت توجه قرار داده جهت تامین آنها با شرایط‌های بهتری بود و باش و مسئولین دستور و سپارش‌ها می‌دهند. باید گفت که الحال ستاد ولایتی عاید به ساختمان منزل‌های استقامتی در منطقه فعالیت دارد و در بنیاد و برقرارسازی منزل‌های شهروندان یک قطار تشکیلات و کارخانه‌های ولایتی سهم ارزنده می‌گذارند و عزم دارند که خانه‌ها را به عائله‌ها در سطح بلند و با استفاده از مصالح ساختمانی با صفت در مهلت‌های مقرره به استفاده دهند. طبق دستور و سپارش‌ها و هدایت‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای برقرار کردن خانه‌هایی که در جماعت خواجه اعلی ستاد ولایتی تشکیل کرده شد کوشش می‌نماییم که در مهلت معین شده خانه مذکور ساخته برای استفاده برای شهروند سپرده می شود. رئیس ولایت مسئولین ساحه‌های دخلدار و جهتی سری وقت و با صفت ساخته به استفاده دادن خانه‌های استقامتی موظف نمود و در صحبت با کل ساکنان استفاده با ثمر و مقصدناک هر پاره زمین کارم از جمله زمین‌های پرزیدنتی و نزد حوالگی را توصیه داد. بنا به مشاهده‌ها اکثر از ساکنان نوابسته از حالت‌های جای داشته در استفاده زمین و قطعه‌های نزد حوالگیشان مدنیت بلند زمین استفاده بری را رعایت نموده انواع گوناگون محصولات کشاورزی از جمله کارتوشکا را در زمین‌های نزد حوالگیشان کشت و پرورش و استحصال می‌نمایند. در برابر مقامات دولتی صاحبکاران وطندوست شهر اسفره در آبادانی و بنیادکاری‌ها نقش معین می‌گذارند. با سهم صاحبکار نرزالله المصف در مرکز شهر اسفره مکتبی بین المللی اوریان بنیاد می‌یابد.
رئیس ولایت از جریان کارهای بناکاری و پودرتی مؤسسه بازدید به عمل آورده اظهار داشت که کارهای باقی مانده باید در مهلت‌های مقرری به اتمام رسانیده شوند. رهبریت شهر اسفره، ساختمانچیان و معماران بهر آغاز کارهای آرایشی و آباد و زیبا نمودن کنار راه اساسی وظیفه‌دار گردیدند. الحال در انشاءات مذکور کارهای اساسی ساختمانی به اتمام رسیده، بناکاران عزم دارند مکتب نو را در روزهای جشنگیری 30 سالگی استقلالیت دولتی به استفاده دهند. مکتب بین‌المللی در شهر اسفره از اولین اقدام و تشبس‌ها در سمت بنیاد مکتب نو زمانوی جوابگو به استانداردهای بین‌الخلقی بوده. بنا به نقشه پیش بینی گشته به روند تعلیم آموزگاران از فدراسیون روسیه نیز جلب کرده می شوند و جریان تعلیم با آموزش عمیق زبان انگلیسی عملی خواهد گشت. این انشاءات ساحه معارف برای تعلیم و تربیت 800 نفر خواننده در یک بست پیش بینی گشته. آن دارای 48 صنفخانه ها، کابینت های فنی، شیمی، فیزیک، بیولوژی، 2 صنفخانه تعلیم مهنت، لابراتوری، بینای مجلسگاه با 360 جای نشست، آشخانه برای 256 نفر، تالار ورزشی بالا پوشیده، میدان ورزشی موسمی، صنف رسامی، موسیقی و دیگر امکانیت‌های معاصر دانش اندازی می باشد. بینای اساسی تعلیمی 3 آشیانه بوده، آن همچنین تخخانه دارد و بینای ماموری از 4 آشیانه عبارت است. الحال همه آشیانه های بینای تعلیمی پورا برداشته شده. همچنین کارهای بالاپوش بالای بنا، اندازه‌ای نمای بیرونی به اتمام رسیده است. از جهت ساختمانی و کارهای لایحه کشی و معماری مکتب خیلی نادر و ناتکرار است و ته‌کرسی بنا مستحکم بوده. در کارهای بناکاری به جز مصالح ساختمانی وطنی، غشت و سمنت، همچنین محصولات با صفت بیرونی مثلا آرماتورها و اشیای آرایشی از فدراسیون روسیه استفاده شدند و در کارهای ساختمانی الحال تا 100 نفر بناکاران و متخصصان زحمت میکشند. در شهر اسفره رئیس ولایت 2 نفر کودکان معیوبیت داشته را عیادت نمود. تاکید به مورد است که همه ساله 1 ایون روز بین‌المللی کودکان در تاجیکستان صاحب استقلال جشن گرفته می شود. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت نیز بهر کودکان تعلیم و تربیت آنها تدبیرها را عملی می نماید. با غالب جان ستارف 7 ساله و با عایشه خان صاحب 13 ساله که معیوب است، تحفه های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت تقدیم کرده شد.